Das ist Max. این مکس است. ist 8 Jahre alt. او 8 ساله است. Max hat eine Katze. مکس یک گربه دارد. Die Katze heißt Mimi. اسم گربهش میمی است. Mimi ist weiß und sehr ruhig. میمی سفید و خیلی آرام است. Sie schläft gern auf dem Sofa. او دوست دارد روی مبل بخوابد. Max liest Bücher mit Mimi. مکس با میمی کتاب میخواند. mag seine Katze sehr. او گربهش را خیلی دوست دارد. تو هم حیوان خونگی داری؟ اگه داری اسمش رو توی کامنت ها برام بنویس.